یه مطلب جدیدو که چشم میخوره تو مملکت ما که من یه مقایسه‌ای با حقوق انگلستان البته کردم، بحث توهین هست. ماده 608 و 609. حالا یه سری چیزای دیگه هم مثل افترا و غیر ذالک هست که اونا رو میگذاریم. قالب قتل ها، ضرب و جرح ها، طلاق ها، قطع عضو و چاقوکشی و نمیدونم امثال هم ابتداش با توهین شروع میشه و اگر ما یاد بگیریم که مثل قانون انگلستان وقتی کسی به دیگری توهین میکنه حق لمس طرف دیگر رو نداره، در این صورت جرم نیست. اگر توهین آزاردهنده باشه به اصطلاح بهش میگن ترس، یک خسارت معنوی بهش پرداخت میشه. اما در قانون جدید ما قانون کارش اومده گفته اگر کسی به دیگری توهین کرد مثلا این تومن به حساب صندوق دولت بریزه. خب وقتی کسی آسیب روحی میبینه چرا باید به صندوق دولت وارد بشه؟ به نظر میرسه اون خسارت به زدیده جبران نمیشه، ولی بازم قدم مثبتیه. یاد بگیریم اگر کسی توهین کرد گوش کنیم و سعی کنیم با همون توهین هایی که میکنه از لحاظ خشونت تخلیه بشه انشاءالله که جلوی قتل و ضرب و جرح و خلاصه مسائل اینجوری قطع بشه. موفق باشید.